سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی تقدیم شما می‌کنیم. امروز 24 فوریه است و توجه کنید به سرخط موضوعهای نشر نوی برنامه. 7 کشته و 15 مجروح. اولین گزارش‌ها از قربانیان حمله روسیه به اوکراین. پیامد این جنگ چی خواهد بود؟ شهروندان تاجیکستان در اوکراین آسیب ندیدند ولی از آینده خود نگرانند. سفارت شهروندان تاجیکستان را بر روی خط میگیرد. аллакай оқибатҳои он барои тоҷикистон ҳам бисёр умуман барои минтақа ва барои собиқ фазои шӯравӣ ҳам бисёр хатарбор аст. و هر روز در تاجیکستان تقریباً 40 oila ویران می‌شود و ده‌ها کودک زنده یتیم می‌مانند. چی باعث به افزایش طلاق‌ها شده است؟ چیزی میگم خواست که اینترنت دامونم. بچه‌ای کارو میگفت که اگر ما روی دست غیر خونه که بسپاری مخمم میکشیم تو را جوابگاری بکشم. روسیه روز 24 فوریه حمله به اوکراین را که بسیاری‌ها از آن می‌ترسیدند آغاز کرد. موشک‌های روسی در صبح امروز به فرودگاه‌های نظامی اوکراین و دیگر زیربنیادهای نظامی ضربه زدند. در شهر کیف بانگ خطر صدا داد و گزارش‌ها درباره نخستین تلفات در حمله‌ها به دست رسانه‌ها می‌رسند و تصدیق درستی آنها حالا امکان ناپذیر است. وزارت دفاع اوکراین گفت که 7 سرباز کشته و 15 نفر دیگر مجروح شدند. پایتخت اوکراین کیف در روز 24 فوریه نیمه خالی به نظر می رسید چون رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی از آنها خواست در خانه بمانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 24 فوریه امر داد که برای غیر نظامی کردن همسایه کشور و رقیب روسیه عملیات نظامی را در اوکراین آغاز کنند. کشورهای غربی عملکرد روسیه را سخت محکوم کردند. هزارها شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی و تحصیل دارند و سرنوشت آنها پیوندانشان را در تاجیکستان نگران کرده است. دیپلمات‌های تاجیک در کیف گفتند حالا نامی آنهایی را بر روی خط می‌گیرند که خواهش بیرون رفتن از اوکراین را دارند. به اطلاع سفارت در حادثه‌های اخیر اوکراین یگان تاجیکستانی ضرر ندیده است. مولا رجب یوسفی از جزئیات دیگر این تحولات گزارش می‌دهد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از آن شهروندان تاجیکستان که در اوکراین قرار دارند خواست که دستور و راهنمایی مقامات اوکراینی را که در کشورشان حالت جنگی اعلان شده است قطعاً رعایت نمایند. روز 24 فوریه به دنبال حمله روسیه به اوکراین در سراسر اوکراین وضع جنگی اعلان شد. در بیانیه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان این کشور درخواست شده است با تحمل باشند و تا حد امکان منزلشان را ترک نکنند. وزارت کارهای خارجه گفته است شهروندان می توانند در صورت پیدا شدن یگان مشکل به سفارت تاجیکستان در کیف مراجعت کنند. دولت نظیر سفیر تاجیکستان در اوکراین هم در صحبت با رادیوی آزادی گفت آماده کمک به شهروندان تاجیکستان هستند. با گفته سفیر تلفن‌های سفارت فعالند و آنها آماده هستند که به شهروندان مشورت و کمک ضروری رسانند. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند روی خط تاجیکانی را که خواهش ترک اوکراین را دارند آماده می‌کنند. دولت نظیر سفیر تاجیکستان در اوکراین گفت نقشه به جای بخطر کوچاندن شهروندان در حالت ضروری را تهیه می‌کنند. برخی شهروندان تاجیکستان که در اوکراین زندگی می‌کنند می‌گویند که تا این لحظه وضعشان امن است. حیدرشاه زیدوف شهروند تاجیکستان که در کیف زندگی می‌کند گفت ساعت 5 صبح با صدای ترکش بیدار شدند. همصحبت ما افزود وضعیت در کیف در عموم تهلکه‌بار نیست چون مردم قبلا آمادگی گرفته بودند. سعیده یک شهروند تاجیکستان که در شهر زپاراژ اوکراین همراه با خانواده اش زندگی می‌کند گفت صبح در تمام شهر بانگ خطر صدا داد. به گفته سعیده مقامات اوکراین به آنها گفتند از خانه بیرون نشوند. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان در اوکراین فعلا معلوم نیست. طبق آمار وزارت معارف و علم تاجیکستان فعلا 101 نفر دانشجویان تاجیک در اوکراین تحصیل میکنند. به گفته برخی همصحبتان ما تنها در شهر کیف حدود 8000 نفر از تاجیکان زندگی میکنند. مقامات گفتند شمار شهروندان تاجیکستان در اوکراین را دیرتر در اختیار رسانه ها میگذارند. سالهای اخیر از تاجیکستان به اوکراین اساساً دانشجویان و آنهای میرفتند که قصد سفر به اروپا را دارند. مولا رجب یوسفی برات یوسفی آزادی دوشنبه. و یکی از مهاجران مقیم کیف از تاجیکستان با ارسال ویدیویی از نزدیکی شهر کیف وضع در پایتخت اوکراین را چنین تصویر کرد.
در سنتر کیف پرون بود. حوزه کمتر آرامی است. لیکن که ما از درون شهر 12 کیلومتر آمدگیم در دچه‌ها هستیم. حوزه رشت آرامی است. در 12 کیلومتر از درون شهر بیرونتر. راستی که حوزه کوچه ها خالی هستند. کوچه‌هایی که از کمتر از درون شهر بیرونتر کوچه ها همه خالی هستند. در درون کیف حوزه هست و این بسیار موندگی هستند. میپرسند یکم گپی زیادتی نمیگویند. در ضمن پس از حمله روسیه به اوکراین قربی روبل روسی در بعضی از کشورها از جمله تاجیکستان یک بار پایین آمد. در چند از بانک‌های تاجیکستان روز پنجشنبه به رادیوی آزادی تصدیق کردند که 1000 روبل روسی به 128 سومانی برابر شده است. یک روز پیش 1000 روبل 141 سومانی ارزش داشت. جنگ در اوکراین نگرانی‌ها را در تاجیکستان زیاد کرده است. تحلیلگران تاجیک میگویند پایین‌روی قربی روبل فقط یک تاثیر جنگ روسیه در اوکراین است. در میان مهلت اگر ما بررسی کنیم آن میتواند مجموع مشکلات معین را آفرد و این مشکلات بستگی دارد از اینه که کشورهای رقیب روسیه نسبت به این کشور چگونه اقدام را روی دست میگیرند. اقدام آنها میتواند اقدام حربی باشد چون که دعوت ها در کشورهای اروپایی برای مساعدت و یاری به روسیه هست. اگر این حالت سر زند البته این نزاع الکی نزاعی نه روسیه و اوکراین بلکه نزاع بین روسیه و کشورهای غرب را یا کشورهای عضو ناتو را میگیرد که الکی عاقبت‌های آن برای تاجیکستان هم بسیار برای منطقه و برای سابق فضای شوروی هم بسیار خطربار است. ارشاد سلیمانی خبرنگار تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امیدوار است این جنگ طولانی نخواهد بود ولی در صورت پیوستن دیگر کشورها به این مناقشه ممکن است نزاع دراز شود. این بحران کوتاه مدت است. در نظر دارم نزاع مسلحانه را ولی اگر جوابهای قاطع مثلا داده شود امکان دارد که این درگیری ها طولانی تر شود چون مسلم است که اوکراین به تنهایی توانی به اندازه‌ای که ضرور است حمایت از خودش ندارد و به امید کشورهای همپیمانش به مثل فرانسه و بریتانیا و امریکا و اینا است. بیننده عزیز با رادیوی آزادی بمانید تا از تحولات تازه در این کشور و تاثیر و عاقبت‌های جنگ در اوکراین به اقتصاد و زندگی تاجیکان بخبر نمانید. برنامه را با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان هر روز 37 و ماه بیش از 1100 عائله ویران می‌شود. افزایش طلاق‌ها در سال 2021 باعث شده است که حدود 15000 کودک زنده یتیم ماند و یا از مهر پدر و مادر محروم شود. تحلیلگران بارها تاکید کردند که مشکلات در عائله‌ها را باید جدی گرفت چنان عاقبتی بد در پی خواهد داشت. سبب افزایش طلاق و پیامدهای آن را همکاران ما برات یوسفی و علیشیر ظریفی تحقیق کردند. هر صبحی صدبرگ раҷабова сокини 32 солаи шаҳри душанбе бо омода кардани ароба барои ҷамъоварии партовҳои мухталиф шурӯъ мешавад. ӯ аз ду шавҳар 4 фарзанд дорад. фарзандон аз шавҳари аввалаш мактабхонанд. ду фарзанди хурдӣ аз шавҳари дуюмро ҳамроҳ бо худ ба ароба савор карда ба ҷамъоварии партов меравад. аз шавҳари дуввум 4 моҳ пеш ҷудо шуда ва акнун рӯзгори худ ва фарзандонро бо даромад аз ҷамъоварии партов пеш мебарад. تا ساعتهای 12 شب، 10 شب، 8 شب، 9 شب با می 4 کودک کار و فعالیت میکنم با می اروبه با خلاشکا صرفان یک که می کلیونکو را جمع میکنیم یک ماشین میکنیم یک ما و 10 روز یک ما و 20 روز جمع میکنیم 770 سوم میشه. در یک حولی اجاره نیمه ویران با فرزندان اجاره میشیند و 350 سومونی اجاره پولی پرداخت میکند.
نه شوهر اول و نه شوهر دوم برای فرزندانش الیمنت پرداخت نمیکنند. شویدی میگم خواست که اینترنت دمونم. بچه کلام میگفت که اگر من رای تسخیر خونه که بسپاریم مخمم میکشم ترا به جوابگاری بکارشم. با خاطر همه گودکای شوهر یکم آورده افته یا میزنش جداشتگی دو گودک داره دو بچه داره. خواست که ما میگم ما گودکم سراغ نمیکنم ترا سراغ نکن با همین خاطر ما جداشته نتونیم گودکم انتخاب کردیم. صاحب منزل اجاره‌اش به خاطر که در حوالی پرتاب جمع می‌آورد با او چند روز دیگر مهلت داده است که خانه را خالی کند. اکنون صدبرگ با 4 فرزند نابالغش نمی‌داند و کجا رود. در تاجیکستان ده‌ها نفر شبیه سرنوشت صدبرگ را دارند. و اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در سال 2021 نزدیک 14,000 خانواده از هم پاشیدند که نسبت به یک سال پیش 3,000 بیشتر بوده است. از این طلاق‌ها حدود 15,000 کودکان نیمه یتیم ماندند. سبب افزایش طلاق‌ها در کشور را هم مقامات و هم روحانیان مربوط به مشکلات اقتصادی و معرفت پست خانواده‌ها و آسان بودن خانه‌دارشوی نسبت به دیگر کشورها می‌دانند. اساسی پشت‌پای اینا هست که معلومات تصورات درباره زن و شوهری و زندگی شریکی یا حیات شریکی ندارن شروع به این کار میکنن در نتیجه ناکام میشن. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی بر این است که برای جلوگیری از افزایش جداشوی عائله‌ها باید قبل از ازدواج جوانان در جای درباره معرفت عائلوی، حکمت روزگار زن و شوهری تعلیم داده شوند. جداشوی عائله‌ها در تاجیکستان یکی از مسئله‌های جدی گفته می شود که به قول متخصصان باید به آن توجهی بیشتر شود. هرچند مسئولان کمیته کار با زنان بارها تاکید نمودند که در دایره برنامه‌های خود تلاش دارند از پاشخوری خانواده‌ها پیشگیری نمایند، ولی کارشناسان مستقل فعالیت مقامات را در این راستا ناکافی می‌حسابند. مقامات ناحیه همدانی منطقه هممرز با افغانستان میگویند به ساکنان محلی اجازه زرشویی در ساحل رود 5 داده می شود. ساحل های رود 5 که مرز تاجیکستان با افغانستان را جدا می کند منطقه ممنوع برای کار حساب می شود. محمود جان رحمتزاده همکار ما در خطلان موضوع را ادامه می دهد. دریای 5 مرز تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا می کند. در آن ساحل ده‌ها شهروند افغانستان زرشویی می کنند. حکومت تاجیکستان هم در جلسه سالانه خود تصمیم گرفته است دریافت طلا را از رود 5 راه اندازی کند. در حکومت ناحیه همدانی گفتند چنین زمینه در ناحیه آنها وجود دارد. نسبت کارکردی طلا یعنی که دایره 5 مکانی طلا است. همین برادرای اون طرفی سرحد گویا که به ماموریت آماده در لب دریا کارکردی طلا را میکنند. اینجا مرز فرخار تاجیکستان و ولسوالی در قد افغانستان است. از بلندی های فرخار مشاهده می شود که ساکنان آن طرف مرز در لب دریا به دریافت طلا مشغولند. اما در فرخار و همدانی راه را به سوی دریا سیمخوار بسته است. تنها مرزبانان حق دارند از این سیمخوار گذرند. اما بازارعلی آدینه‌زاده گفت که پرزیدنت امامعلی رحمان دستور داده است مردم توانند به ساحل رسند. در ما همین کار راه اندازی نشده است. جناب والی دستور دادن که راهش یابیم تا که مردم ما هم به این کار شغل کنند. البته چرا انداز مقدار معینی طلا را به حکومت میسپارند، دیگرش میتواند که خودش استفاده برد. اینا فکر میکنم که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی میشود. در ناحیه ما هم زمینه برای این کار هم است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. در ماه اوگوست سال 2021 طالبان افغانستان را اشغال کرد. تاجیکستان بعد این مرزهایش را به افغانستان بست. ساکنان نزدی مرزی هم گفتند که بعد تصرف طالبان نیز ساکنان را در لب مرز مشاهده می‌کرده اند. خودی ساکنان افغانستان هم گفتند که از زرشویی و دریافت سنگ‌های قیمت‌بها رزق خود را به دست می‌آورند. اکنون به زرشویی ساکنان تاجیکستان نیز امکانیت فراهم خواهد آمد. در تاجیکستان از سال 2020 به شهروندان اجازه زرشویی از رود و کانال‌های کشور داده شده تا حال زیاده از 3000 پروانه این فعالیت داده شده است. چون این صاحبکاری در دوره پیش از شوروی موجود بوده، حکومت شوروی آن را منع کرده بود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی. اخبار آزادی به پایان رسید. سپاس از شما که با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر را از وبسایت azadi.org، صفحه های ما در اینستاگرام و فیسبوک و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب دریافت